سلام به همه. این قسمت اومدیم با ویدیو مستر بیست زنان مقابل مردا. قراره 5 تا مرد رو بذاره جلوی 5 تا زن با تجهیزات خیلی محدود و غذای خیلی محدود و دعوا سر $500,000. امیدوارم از کانالهای دیگه این ویدیو رو ندیده باشین چون دوبله ما کاملا متفاوت هستش. و قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، به نظرتون زنا برنده میشن یا مردا؟ از الان تو کامنت ها بنویسین. بریم ببینیم چه جوری میشه. بریم ویدیو رو ببینیم. من الان 5 تا مرد و 5 تا زن و وسط طبیعت وحشی پیاده کردم و هر گروهی که بتونه طولانی تر دووم بیاره $500,000 میبره. 3 روز خسته میشی. اون پول همش مال اون ماست. سمت جنگل شماست، اونم سمت جنگل شماست و حق ندارین تحت هیچ شرایطی از محدودتون خارج بشین وگرنه حذف بشین. دیگه بهتره بریم واسه شب اولتون آماده شین. ما که رفتیم. ما که میبریم. آقایون در برابر خانوما، ببینیم کی برنده میشه. دختر عمران شکستمون بدن. آره عمرن ببازیم. فکر میکنین پسرا در چه حالن؟ احتمالاً تا الان دیگه نه وایسادن. فقط میبریم پیروزمندانه وقتی با میبریم. گرسنگی مشکل نداشته نه باشیم. بابا چه مشکلی؟ توت فرنگی پیدا کردیم. چی داری میگی؟ هرچی این اطراف باشه تو لیست غذامون هست. همین الانش میتونم سرپناهمون رو تصور کنم. اینجا خوبه، اینجا میشه سرپناه ما. به خونه خوش اومدیم برادرها. و کیلومترها اون طرفتر دخترم یه جا واسه اردو زدن پیدا کردم. آب اینجا به نظر وضعش خیلی بده. واسه همین امیدوارم بتونیم با دنبال کردنش به آب تمیز برسیم. این خوبه. اینجا جای خوبی واسه کمپه. شاید الان همه چی خوب پیش رفته باشه ولی در مقایسه با بقیه ویدیوهام این چالش شاید وحشتناکترین چالشی باشه که تا حالا گرفتم. فکر کنم هممون جناب بمیریم. این وضعیت خیلی سخته. هنوز صدای حرکت یه چیزی رو شنیدم، داداش فکر نکنم تو این جنگ تنها باشیم. خیلی خوب بذار ببینیم غذا چی داریم. میوه، گرانولا، سوسیس. همه گوشتا پیش توه. همینطور به هر کدومشون یه بطری پر از آب و یه سری تجهیزات کلیدی دادم. این غذا خیلی کم. معلوم نیست این جیره غذایی چقدر جواب بده. توجه، همتون صدای منو میشنوین؟ بلند و واضح داری. در خدمتیم. فقط میخواستم مطمئن بشم همگی قوانین این چالش رو میدونین. برای اینکه ماجرا جالب تر بشه، اگه یه نفر این چالش رو ترک کنه، بازم میتونه سهم پولش رو بگیره. تنها چیزی که مهمه اینه که آخرین بازیکن از کدوم تیم باقی میمونه. توقع این یکی رو نداشتیم. کار من غافلگیر کردنه. تصمیمش با شماست که بخواید بمونین و به هم تیمیاتون کمک کنین یا برین تا غذای بیشتری بمونه. به علاوه تو کل این چالش شما هیچ وقت نمیفهمین چند تا از آقایون تو سمت خودشون موندن و آقایون هم هیچ وقت قرار نیست بفهمن چند تا خانم سمت شما موندن. این یه بازی استراتژیه، قراره خوش بگذره. این غذا واسه 2 نفر و عمرن 5 نفر جواب بده. اگه غذا کم اومد اون موقع باید چی کار کنیم؟ به اونجا رسیدیم بهش فکر میکنیم. اگه کسی از شما بخواد بره من به دل نمیگیرم. من که 100% به دل میگیرم. آره حواستون به اون باشه. رفیق میشه بس بعد کنی. هفته اول میتونیم به استراتژی فکر کنیم. بعد استراتژی بچینیم. 100%. ای ما یه تیمیم داداش. دخترا شیرن مثل شمشیرن. برای بقیه شب جفت کمپ ها به ساختن پناهگاهشون برای مقابله با طوفان‌های احتمالی ادامه دادن و پسرا سازشون رو از اولین شاخه‌ای که دستشون اومد درست کردن. ما که چادرمون رو درست کردیم رفت. دختر عمران این کارو بلد باشن. راستش بلدن، خیلی هم بهتر از پسرا ساختنش. ببرینش بالا. درست شد. دارم سعی میکنم آتیش روشن کنم. شرط می‌بندم تو آتیش درست کردن آقایونو شکست دادی. بفرما. روشن شو. روشنه. سفرمون عالی شروع شد پسرا. شب اول یه جورایی خیلی سخت بود. طول کشید تا خوابم برد. ما هنوزم واسه چادرمون دیوار لازم داریم. بیاین بریم خونمون رو بسازیم. شرطی بندم وضع دختر از پسر خیلی بهتره. داریم تو جنگل راه میریم چون باید آب پیدا و کنیم. برای پیدا کردن آب تمیز پسرا باید از توی کیلومترها مرداب کثیف غیرقابل شرب رد می‌شدن. امیدوارم دخترم اینقدر سختی بکشن. این آب دیگه خیلی کثیفه، واقعا چی نمیشه توش دید. یه 2.5-3 کیلومتر راه اومدیم. الان تازه روز دومه. و بعد از ساعت‌ها گشتن پسرا بالاخره آب تمیز رو پیدا کردن. جم. روز سوم خانوما به یه استراتژی دیوونه‌وار رسیدن که خودشون برخی از اعضاشون رو حذف کنن تا برای بقیه غذای بیشتری بمونه. اگه ما میخوایم به عنوان یه تیم این چالش رو ببریم استفاده از این غذاها کافی نیست. حتی واسه 2 نفر کمه. من میخوام تا آخرش حداقل 2 نفر اینجا مونده باشن. آره. و برای کل تیم مشخص بود که اون 2 نفر قراره کیا باشن. فدورا و جولیا مامانای گروهن. ما یه جورایی گوش به فرمان اوناییم تا هر کاری لازمه رو انجام بدیم. از اون طرف پسرا همینطوری یلخی داشتن پیش میرفتن. ما داریم همینجوری بی جیره بندی غذا مصرف می‌کنیم. یعنی حرف از هیچ استراتژی هم نزدیم. 5 نفر واسه این جیره غذایی واقعا تعداد زیادیه، نمیتونیم تا آخر دووم بیاریم. روز 4 من و جاش در مورد این حرف می‌زدیم که ما غذای گروه رو تامین می‌کنیم، بقیه دارن سرگرمی رو میندازن. کل بار گروه رو دوش من و تیجیه. داریم هر کاری که میتونیم واسه تیم انجام میدیم ولی اون 3 نفر همینطوری دور آتیش نشستن و هیچ کاری نمیکنن. منتظر غذای آماده‌ان. جاش نمیخواستی به ما بگه غذا آماده است؟ چرا؟ خب کی؟ تا میدونستی غذا حاضره؟ نه. بله. و هیچ کدوممون نگفته. در اون لحظه هنوز یه هفته از چالش پسرا نگذشته بود که علیه یکی از اعضای خودش بچه این قضیه که پیش اومد الان به نظر من خیلی ربط داره به این ماهیت مرد و زن بودنه. یعنی توی دنیای زنها کلن
دنیای برده به هم کمک میکنن، این حال اینو خوب میکنه، به هم دیگه کمک میکنن. ولی تو دنیای مردها کلا دنیای برد و باخته، یعنی من میبرم که تو ببازی. و این قضیه هم فکر کنم اینجا این اتفاق داره میفته به خاطر همین باشه، نه مهدی؟ احتمالاً چون مردا رقابت بیشتری با هم دیگه دارن. آره. دیگه. به نظرت کدوم یک از پسرا، دخترا که خب مشخص شد تصمیم گرفتن یکی رو بدن بیرون، کدوم یک از پسرا انصراف میده؟ به نظر من اون ریشو از یه ذره ریشه سفیده وسط یه ذره توپله. آره ولی خب اون داره خوب کار میکنه، شاید همون دلخور بشه زودتر هم انصراف بده، شاید حق با تو باشه. حالا بریم در ادامه ببینیم چه جوری میشه. اون جبهه گرفتن. میخوام مستقیم به خود جاش بگم که تو کل روزا بیکار نشستی، در صورتی که ما داریم زحمت میکشیم و پدر خودمون رو در میاریم. نه حرفش خیلی ناراحتم کرد. کل کالریایی که میسوزونه صرف پشتک وارو زدن جلو دوربین میشه و هیچ کار مفیدی انجام نمیده. واقعا نمیدونم تا آخر این چالش میتونم دووم بیارم. در حالی که جو متشنج باعث شده بود بعضی از پسرا بخوام برن، دخترها هم داشتن برای رفتن آماده میشدن، ولی این بخشی از استراتژیشون بود. جیره مصرفیمون احتمالاً باید تغییر کنه. نمیتونه تغییر کنه. ما هنوز به جیرمون دست نزدیم. دیگه وقتشه به عنوان یه تیم برای بردن یه سریا رو بفرستیم خونه. نباید بیشتر از 2 نفر به جیره غذایی دست بزنن. آره. پس به عنوان یه تیم تصمیم گرفتیم که دیگه وقتشه من برم خونه. من هانا آماده‌ام بیام بیرون. ما خیلی با ملاحظه بدون اینکه پسرا بفهمن از جنگل درت میاریم بیرون. بیا با این ماشین هیولا با ملاحظه بریم. خب قراره برای بیرون آوردن اولین بازیکن بریم کمپشون. طبق استراتژی تیم میخوام بکشم کنار. منطقی، غذای بیشتری واسه بقیه میمونه. بیا ببریمت بیرون. میخوام ببرینا. تو کار طرف ندار. اگه خانوما ببرن تو میشی باهوش‌ترین بازیکن جمع. تو اول اصلا اومدی بیرون ولی $100,000 میبری. خیلی گفتم من بودم درجه میمدم بیرون. خب هانا میتونه بگه که خیلی خوش شانسه، چون توی 2 روز بعد طوفان بارون شدید جفت تیم‌ها رو مجبور کرد تا توی پناهگاهشون بمونن و فقط از جیره‌شون تغذیه کنن. شک نکنین که خیلی نمیتونیم با این غذا دووم بیاریم. واسه همین روز دهم من تصمیم گرفتم یه هیجانی بهشون بدم. اگرم ویدئوهای منو دیده باشین میفهمین که این یعنی چالش. ولی واسه اینکه سخت‌تر بشه، هر 10 روز دخترها و پسرا باید یه سرگروه انتخاب کنن تا با هم روبرو بشن. قراره با رفتن پیش دخترها ماجرا رو شروع کنیم. سلام. امروز روز دهم، فکر می‌کنین این یعنی چی؟ یعنی خبرای خوبی برامون داری. بستگی داره. میخوام یه سرگروه انتخاب کنین و برای یه جایزه با یکی از پسرا روبرو بشین. یه ساعت دیگه هر کی انتخاب کنین دم پل میبینم. اینجاست که ویدیو یکم هیجان انگیزتر میشه. فدورا انتخاب شد. بریم ببینیم پسرا در چه حالن. به کمپ آقایون خوش آمدید. وای شما چقدر رسمی وایسادین. ازتون میخوام یه سرگروه انتخاب کنین که تا یه ساعت دیگه دم پل ببینمش. رای کل جمع کیلر پیه. من که حسابی به خودم مطمئنم. از درون یکم ترسیدم. بیاین اینجا. چه فیلمی راه میرن. تبریک میگم که 10 روز دووم آوردین. حالت چطوره؟ راستش خیلی خوبه. و یادتون باشه هیچ سمت نمیدونه تو گروه مقابل چند نفر باقی موندن. فکر میکنی چند تا خانم هنوز مونده باشن؟ اونا 3 تا. تو فکر میکنی چند تا آقا موندن؟ منم میگم 3 تا. با مزهش اینجاست که جفتشون دارن اشتباه میکنن و تا وقتی این ویدیو رو آپلود نکنم هیچ کدومشون حقیقت رو نمیفهمن. این چالش ساده است. قراره به نوبت به اون هدف شلیک کنین و زیر اون هدف یه کیسه پر از غذا. کی میزنه؟ ببین پسره از اونجا که داشت پشتک بارون میزد احساس میکنم از ایناست که خیلی هی سیس میاد و اینا. احساس میکنم این نمیتونه، پسر احساس میکنم نمیتونه بزنه. بریم ببینیم. یه فاسد شدن یا بیزونه. اگه تیرت به هدف بخوره کیسه میافته، ولی اگه تیرت به خطا بره میره سمت خانوما و ایشون قراره فرصت رو پیدا کنه. من تیراندازیم خیلی خوبه. الان به تصمیمی که گرفتیم تا جای من پاتریکا بفرستیم شک کرد. فدورا صاف میزنه تو هدف. شک ندارم که میزنه. هر وری بیفته اون سمت شروع میکنه. اوه نه یفتی تو. آقایون خیلی خوب شلیک کن. شلیک اول بریم که حالا با رفتیم. تیرکمون کار کردی؟ نه نکردم. خب حالا بکن. حس میکنم این سوپر بوله. اولین بارت با کمون تیر میندازی؟ آره اولین بارش تیر میندازه. داداش چی شد؟ به هدف نخور. هدفو ببرین سمت دیگه. ببینم خانم چی کار میکنه. یا خدا کاپشن در میاره. کاپشن و تمومه. فدورا تیم تو واقعا به اون غذا احتیاج داره. یعنی کسی هستی که اون غذا رو به دستشون برسونه؟ جمع رفیق این تماشای هاگر گیمز بود. خیلی خوب بریم برش داریم. به افتخار موفقیت. ببینیم پسرا در چه حالن. دخترها باختن. مطمئنم که با شما باید خیلی سریع اینا رو بخورید. چرا به جای ما میگی شما؟ خب سورا چی شده؟ ما بعد بارون مجبور شدیم از جیرمون استفاده کنیم و اینا رو که نگاه میکنم اکثرشون فاسد شدنیه. تو بلند مدت بیفایده است. برای همین قرار شد من برم. میخوای همین الان بری؟ آره. خوبیش اینه من الانشم اینجا، مگه میخوای بیا با هم برگردی؟ آره چه خوب بریم. برای یه شکلات زدن و بغل خداحافظی. خداحافظ عشقا. بیرون میبینیم
تیم خانوما رسید به 3 نفر بازمانده، در حالی که تیم مردا هنوز همه 5 نفر رو داشت. ما به خاطر اونم که شده باید این چالش رو برنده بشیم. با کل غذا و 1 سهم بیشتر روحیه دخترها چسبیده بود به سقف. حال خیلی خوبی دارم، خیلی خوشبینم. ما خیلی خودمون رو تحت فشار گذاشته بودیم، برای همین این غذا برامون خیلی ارزشمنده. سلامتی. خوشمزه است. هرچند باختر مسابقه خیلی روی تی جی اثر بدی داشت. من خیلی از دست خودم بابت مسابقه تیراندازی ناراحتم. هم فکر می‌کردم من باید میرفتم. رأی کل جمع کیلر پیه. جونم کیلر پی. بعد وقتی فرصتشو داشتم قدم جلو میذاشتم. وقتی رو اون صندلی نشسته بودم اون تیرکمونو دیدم، با خودم فکر کردم باید من به جاش میرفتم. واسه مسابقه بعدی حتما خودم میرم. دخترها چند روز بعدی از غذای فراوونشون لذت به بردن. سلامتی. ولی پسرا متاسفانه هنوز باید خودشون ماهی میگرفتن. بریم تو کارش. نه وای نه. با توجه به کمبود شدید غذا تو اون موقعیت، تیم پسرا کم کم داشت ناامید میشد. داداش خیلی خوشحالم که تو هم اینجایی. میدونم به نظر تنبل و کند میاییم، ولی به خاطر حال ذهنیمونه من دیگه بریدم. فشار شرایط واقعا داشت کامرون از پا مینداخت و با اینکه سمی سعی کرد یکم بهش روحیه بده، صبح روز 13 اون دیگه تصمیمش رو گرفته بود. این بیخوابیه دیگه. اصلا کاری کرد؟ اونمو بریده. من دیگه بیشتر از این توانم بهت افتخار میکنم. دووم بیار پسر. بابت سفر ممنونم بچه‌ها. خداحافظ کم. امروز که کم اولین رفت نفر خیلی مشکیه. زدال بود. امروز خیلی روز بدیه. ولی فقط پسرا نبودن که یکی رو از دست دادن. امروز روز تالیا. ما خیلی دلمون براش تنگ میشه. آره. در حالی که دخترها داشتن از روی استراتژی و با هدف $500,000 در ذهنشون میرفتن، پسرا داشتن از روی سختی کمپو ترک من میکردن. رویمو باختم. خیلی بابت این موقعیت ممنونم، ولی فقط شرایط خیلی سخته. من کلا پوکیدم فکر می‌کنی داداش. بتونی تو چالش بعدی دووم بیاری؟ نه من دیگه طاقتم تاق شده داداش. خیلی خوب داداش. بیا بغلم. بنابراین بعد از اینکه یکم کمکشون کرد که پناهگاه رو بهتر کنن، پسرا به خواب رفتن و فردا صبح با همون تماس گرفتن. چه خبره پسرا؟ رو واکی تاکی واسم یه پیغام گذاشتی. آره توضیح اون پیام با من جیمی. نمیخوام ادای مرد قوی رو در بیارم بگم این سخت نیست. خیلی خب بچه‌ها، بیاین موقع بیرون رفتن از چالش بدرقش کنیم. سمی که داشت برای همیشه از کمپ پسرا میرفت، براشون یه هدیه خدافظی داشت. تیشرتمو نمیخوای؟ بدش به من. عملاً لباس تنشو در آورد. شلوارکت هم بده. حالا که شرف و آبروی این مردم گرفتین، میذاریم بره. نره میتونه بره. حالا دیگه سوار ماشینه که یعنی رسما از چالش حذف شده. کارل از اینجا ببرش. حالا که شدین 3 نفر با همین سرعت پیش میرین، 2 روزیگه یه نفرتون میمونه. امکان نداره. فقط 2 هفته از چالش گذشته و الانش هم ما نصف بازیکنامون رو از دست دادیم و اوضاع قراره بدترم بشه. من به اون ماشینی که سوارش شد نگاه کردم و فقط حس سعادت داشتم. نمیدونم تا آخرش هستم یا نه. جاش همینطوریش هم تو فکر ول کردن بود که اوضاع با طوفان وحشتناکی که اومد بدتر شد. اوه از اینجا داره بارون میاد. برخلاف دخترها که میتونستن تو پناهگاه مستحکمشون راحت بخوابن، سازه کمپ پسرا واسه مقاومت در برابر این همه بارون ساخته نشده بود. من نمیخوام این ماجرا اینجوری تموم بشه. این باران سیلاسا 2 روز ادامه پیدا کرد. آب از بارونی من رد شده و شکمم خیس. از چیزی که بدم میاد خیس شدن تو بارونه. ببین خیس شدن تو بارون تا موقعی که میدونی نمیتونی کاری بکنی رو مخه، ولی اینکه بری به بهانه اینکه خیس شدن و برگشت بیام ببینی برم برگردی، همون آره اون خوبه. خونه، آره ولی اینجوری اینجا واقعا نه، بده. آره نه چیز گرمایشی داری نه هیچی. ساب شده. آب تو شلوار و چکمه هم نفوذ کرده کاملا. دیگه نمیخوام اینجا باشم. بچه‌ها من میخوام برم. بالاخره بارون تموم شد و امروز صبح مامان فدورا داره برامون یه صبحونگی کوچولو درست میکنه. یکم خارشته گوش درست کردم. شرط میبندم پسرام دارن یه غذای خوشمزه شرط میبندم اینطور نیست. خب یه خبر بد دارم. من خوردم به تور دشمنم. پیچک سمی داره همه جا پخش میشه و خیلی دردناکه. دارم به فکر میکنم دیگه وقتشه که از اینجا بذارم و برم. ما وضعیتمون از آقایون چک بهتره. سمی حتما خورده هست دیگه. آدمای زیادی نمیتونن این شرایط رو تحمل کنن. ای بچه باید حرف بزنیم. من هر کاری لازم دیدم انجام دادم و بالاخره یه زمانی میرسه آدم نمیتونه ادامه بده. اون بخش خودخواه من میگه اگه تو بری سهم غذامون بیشتر میشه. سلام، من جاشم از کمپ آقایون. فکر میکنم امروز وقت رفتنم باشه. و اینجوری شد که جاش از رقابت خارج شد. جاش بپر بالا. بزن بریم کار. بزنیم به جاده. میخوام صادقانه حرف بزنم. الان 100% باور دارم که قوی تر شد. ما به اندازه کافی غذا داریم که هر چقدر بخوایم دووم بیاریم، به علاوه تمام چالش‌ها رو میبریم. این ادعای خیلی بزرگیه. بریم ببینیم چقدر واقعیت داره. امروز چه روزیه چندلر؟ جمعه است دیگه. هر روز 20 که یعنی وقت چالش دوم رسیده. توجه یه کاپیتان انتخاب کنین بفرستین سمت پل.
کارت راحته. باشه اینجوری خوبه. میخوامش نشون بدم هر کاری هم بکنه عمرن نمیبره. از اونجایی که هر دوتون جدیدین بذارین یه چیزی رو گوشزد کنم. پاتون وسط پل بیاد حذف میشین که ممکنه شانس بردن $500,000 تیمتون رو پایین بیاره. چندلر میشه یه چیزی بدی بذارم وسط؟ بعدم برش میگردونیم سر جاش. بفرما. سلام. سلام. از شنیدتون خوشحالم. منم همینطور. من و تیمم میخوایم به تو و هر کسی که تو کمپتونه پیشنهاد بدیم $50,000 بگیرین و همین الان بکشین کنار. به نظر میاد ترسیدی که نتونین $500,000 رو ببرین. کسی دیگه هم این فشار بینشون حس میکنه. حالا روز 33 که همه چی تموم شد میبینم. فقط تا روز 33 دووم میارین؟ فکر میکنم شما تا روز 33 دووم میارین. شما الان هم احترام هم دیگه رو نگه داشتین، هم زدین هم دیگه رو چرکوندین. بریم سراغ بازی. خب از اونجایی که طوفان داره پناهگاه‌های شما رو خراب میکنه، توی این چالش سر اون خیمه‌های بزرگ با هم رقابت میکنین. این خیمه‌ها ضد آبن. فصل طوفان داره کم کم میرسه، واسه همین خیلی به درد بخوره. یه همچین چیزی به دردت میخوره؟ بهش نه نمیگم، ولی اگه آقایون راحتی خیمه رو حس کنن شاید وا بدن. تو شاید باعث بشه بیشتر دووم بیاره. آخش خیلی راحته. وقت تصمیم گیریه. خب این با مسابقه قبلی فرق داره، چون هر دو تیم میتونن خیمه رو ببرن. من قراره تو این خیمه بخوابم. قشنگ تو این فضا جا میشه. برای به دست آوردنش فقط باید خودتون رو حذف کنین. تو باشی حذف میکنی یا نه؟ نه. چرا؟ اعتماد ندارم با آدم دیگه ای. راست میگه. این همون چیزی بود که تو پسرا وجود داشته. اگه جولیا این پیشنهاد رو قبول کنه من دیگه نمیتونم ببینمش. خیلی ناراحت میشه. از اونجایی که مسابقه قبلی و خانوما بردن، تو اول تصمیم میگیری. نه نکن جولیا. دلت میخواد خودتو حذف کنی تا این خیمه به تیمت برسه؟ من خیمه رو قبول میکنم. خیلی خوب باشه. خب به نظر میاد رسما من آخرین بازمونده تیمم. واقعا باورم نمیشه پیشنهاد قبول کردی. حالا نوبت توه. کدومش مهمتره؟ تو یا خیمه؟ خیلی خوب. تیمم. ممنون که اومدی. خواهش میکنم. کرک و پرام ریخت. آی نه. فکر میکنم از نظر استراتژیک و شانس بردنمون تصمیم مهمی بود، ولی فکر میکردم فرصت بکنم برای خدافزی بغلش کنم. این پناهگاه کامل ضد آب نیست. این میتونه چالش رو تموم کنه. اصلا حالم به کل عوض شده. دم پل وقتی فدورا اومده بود خیمه جدیدش رو ببره، تی جی مخفیانه سر و گوش آب میداد. واسه ببینم شوخیت گرفته. و چیزی که فهمید اطلاعات طلایی بود. خیلی عجیبه که فقط یه نفر فرستادن دنبال خیمه. حالا میدونم که فقط یه خانم مونده. اون نمیتونه از دوتای ما بیشتر دووم بیاره. باید به پاتریک بگم. پاتریک بیداری؟ من جاسوسیشونو کردم. فقط یه نفر ازشون مونده. همونی هم هست که تو سری اول باهاش تو چالش بودی. خب ما 2 نفریم. غذای کمتر و پناهگاه بدتر. آره که اینطوری میگه اسم میکنم تصمیم اشتباهی گرفتم. خیمه رو ترجیح میدادی یا منو؟ خیمه رو. متاسفانه از شانس تی جی به نظر میاد اطلاعاتی که کنار پل به دست آورده فقط وضع واسه پسرا متشنج‌تر کرد. اون برگشتن رو به یه سرپناه خشک اولویت داد. کدوم آدم عاقلی هم چی کاری میکنه؟ تی جی اگه خیمه رو برداشته بود برد مال خودمون بود، چون ما میدونیم که سرپناه بهترین چیزه. و توی کمپ دخترا فدورا عملاً یگان تک نفرشونه که فقط تو چند ساعت خیمه رو به پا کرد. اینجا رو ببین، خیلی محشره. فقط برای اینکه مردم گیج نشن که کی قراره ببره. این تو خیلی راحت و خنکه، هیچ حشره‌ای هم نیست. تازه فضاش هم انقدر بزرگه که نمیدونم باهاش چی کار کنم. وقتی فدورا درگیر فضای اضافهش بود، پسرا روی هم حساب باز کرده بودن تا به اون جایزه $500,000 برسن. شاید اون خیمه رو داشته باشی، ولی تنهایی. ما تو کمپ آقایون هنوز 2 نفریم. واسه همین میتونیم با هم حرف بزنیم. و تا چالش سوم اون دیگه اینجا سیره. آره داداش. وقت گذر. خیلی زایی است تا جلو دوربین کری بخونی. آره من فکر کنم برندم نشی. وای. امیدوارم پسرا ببرن. ولی بچه‌ها تنها بودن سخته، واقعا رو مخه. یعنی یکی از اصلی ترین چالش‌ها فکر کنم این تنها بودن است و فکر کنم هنوز نصف فیلم هم تموم نشده. یعنی ببین چقدر باید اون زن تنها بمونه. سخته واقعا، دیوونه میشه آدم. بعد وسیله ارتباطی نداری، گوشی نداری، هیچی. یه هم صحبت هم نداری. افتخار بود. اون یه آدم دوست داشتنی واسه هم صحبتی بود. راستش حضورش لوسم کرده ولی بود. فقط رفاقت نبود که پسرا رو سر پا نگه داشته بود. قراره بریم شکار خرچنگ. کیلر پی اینجاست که خودش نشون میده. باید بریم غذا پیدا کنیم. غذا پیدا کردن خیلی راحت تر از تصورشون بود. بفرما، یه لاک‌پشت گازگیر گرفتیم. وقتی پسرا وضعشون بهتر شده بود، فدورا از لحاظ ذهنی حال خوبی نداشت. دلم برای تماس فیزیکی با آدما تنگ شده. مثلا بغل کردنشون یا حتی دست دادن باهاشون.
الان به یه بزن قدشم راضیم. نمیدونم، بالاخره تموم میشه. اینجا بود که دیگه رسما از شدت تنهایی داشت با خودش حرف میزد. از اون طرف ارتباط پسرا بهتر و بهتر میشد. وای پسر این تقریبا هم قد خودته. ببینین چقدر بزرگه. رفیقین اولا 1.70 متر. ببخشید 1.90. واقعا واسه روز چالش هیجان زدم. امیدوارم که ما اون چالش رو ببریم. من آمادم که برم پیش خانواده‌ام، آمادم که دیگه تموم بشه. ارتباط بین تیجی و پاتریک از همیشه قوی تر شده بود و من میخواستم قدرتشو با چالش روز 30 بسنجم. قرار خودت کاپیتان باشی؟ من از بقیه هم پرسیدم ولی کسی نبود جواب بده. در نتیجه کاپیتان منم. آره خیلی خوب. تو روز 10 رفتی، تو روز 20. کی قراره کاپیتان روز 30 باشه؟ من میرم. قراره داشت پاتریکمو بتره کنه. فدات شم، برو بزن تو پارشون کن. خیلی خوب، این سری به جای گلدون یه خط درست کشیدیم. از دیدار آخرتون خیلی گذشته. راستش تعجب کردم که تو رو اینجا دیدم. آره. شما دوتا آماده این بشم این چالش چیه؟ آره. بله قربان. برنامه اینجوریه. ما خانواده تمام شرکت کننده هایی که هنوز تو بازی هستن آوردیم اون ور درخت گذاشتیم. شما باید تصمیم بگیرین، یا شما میتونین خانواده‌هاتون رو ببینین یا تمام کسایی که تو کمپتونن میتونن خانواده‌هاشون رو ببینن. میدونی من یه پسر دارم که خیلی دلم میخواد ببینمش، برای همین میخوام خودم رو انتخاب فدورا کنم. واقعا میتونست پاتریکو گول بزنه که نفهمه اون تنها زن باقی مونده تو کمپه. خب تو چی؟ تو هم تیمیاتو انتخاب میکنی یا خودتو؟ من میخوام بچه‌هامو ببینم، پس خودم رو انتخاب میکنم. خیلی خوب، تصمیما گرفته شد. سوار هلیکوپترشون کنین و ببرینشون. خیلی از دیدنت خوشحالم. بگو چالش مستر بیست. بزن بریم یا عالمه حباب. دلم برای مامانم و پسرم خیلی تنگ شده بود. دلیل اصلیم برای اینجا اومدن خانواده‌ام بود. الان انرژی دارم انگار تازه از اول شروع کردم. 10 روز دیگه میبینمتون. ولی این نامردی بود، چون دختره دلتنگ شده بود، انرژیش کم بود، میخواست بیشتر رفاقت این دوتا رو خراب کنه. اصلا کلا یه جوری شد که سمت پسرا خراب شد، سمت دختره بهتر شد، چون دختره دلتنگ شده بود، اصلا میگفت تنهایی سخته فلان. و اما الان یه روحیه درست حسابی گرفته، سمت پسرا بدتر شده. آره. منم همینجا میشینم و قصه میخورم. حالم امروز خیلی جالب نیست. وقت داشتم به چالش آخر فکر کنم. بابت این تجربه خیلی ممنونم، ولی بعد از دیدن لینکن واقعا دلم میخواد برم خونه. خیلی دلتنگ خانواده‌ام. من که هیچ جا نمیرم. وقتی پات رفت دیدن خانواده‌اش من یکم نگران شدم. من قرص محکم آماده چالش 4م. ولی اون فقط باعث شد واسه بردن این مسابقه آتیشی تر بشه. معلومه که من اگه تا اینجا اومدم به خاطر این بوده که به یه نفر دیگه اعتماد کردم. این نشون میده که چقدر یه دوست خوب در مقایسه با تنهایی بهتره. و با اینکه همراه داشتن میتونه باعث بشه کسل نشین، تنها بودنم مزیتایی داره. من بعید میدونم بتونم همه اینا رو بخورم. بیشتر از حد ظرفیتم اینجا غذا دارم. من قرار نیست اینجا برم کمپ آقایون. و این نبرد جیره غذایی علیه تنهایی بود. البته این تا اون شبی بود که یه مهمون ناخونده به کمپ آقایون سر زد. صدای چیه؟ یه چیزی اون بیرونه. از یاد تکون نخور، همونجا بمون. وقتی صبح شد TJ رفت یه تحقیقی بکنه ببینه منشأ صدا چی بوده. آره شک ندارم که این رد پنجه خرسه. دوربین ما هم تایید میکنه یه خرس رفت پشت پناهگاه آقایون که واسه زهره ترک کردن هر انسان عاقلی کافیه. دیشب یه خرس اومد کمپ ما، این محشره. و با اینکه پاتریک دیروز مطمئن بود میخواد بمونه، من اینجا نمیرم. این برخورد خطرناک باعث شده بود امروز دو به شک شه. شما خانواده منو ندیدین. اون خرس باعث شد من بفهمم من آدم طبیعتگردی نیستم. یه خبر جدید واسهتون دارم. من یه دیجی ام. آهای TJ، باید راجع به یه چیزی حرف بزنیم. چی شده؟ من و TJ حرف زدیم. اینطوری جیره بندی منطقی تر میشد. اگه من برم TJ میتونه چالشو ببره. این که بهم گفتش بهت اعتماد دارم و میخوام برم، خیلی حرف بزرگی بود. آره این مسئله مطمئنم اون هیچیش نمیشه. اون ماسکو بده من پاتریکم از کمپ آقایون. من میخوام از رقابت
باید خارج بشم. باشه دارم میام دنباله. و از اونجایی که لوگان پال و کیسای هم همراهم بودن گفتم اونا رو هم با خودم ببرم. به نظر من اگه آدم بخواد تو طبیعت زندگی کنه اینجا بهترین جاه. لوگا کجا میدونی؟ چی شده؟ چی فکر کنم یه زنبورگاوی چیزی بود دیدم. آی پاتریک تماستو گرفتم. گفتی میخوای بری؟ آره فکر میکنم غذا کم میاد. من میخوام برم. میتونم ببینم چقدر غذا واسهتون مونده؟ آره حتما. بفرمایید یشخالمون رو ببینین. حالا که اون داره میره فکر میکنی چقدر با این غذا دووم میاری؟ با این غذا من تا روز 60 دووم میارم. چالش 6. فکر میکنی دختر یا دخترا چقدر دووم میارن؟ تا چالش 5 دیگه تموم شده. شانسی ندارن. اون الانش هم 13 روزه که تو انفرادیه، در حالی که من روز اولمه. ما دست بالا رو داریم. من رسما تنها شدم. پس حالا که فقط یه نفر از هر کمپ مونده، دیگه به تیجی و فدورا بستگی داره تا با تنهاییشون بجنگن و $500,000 برای تیمشون ببرن. در حالی که تیجی برای جبران کمبود جیره غذایی شکار میکرد، عجب شیمکی. فدورا شکارشون میکرد تا به عنوان حیوان خونگی نگهشون داره. شاهزاده خانم شرلی. نه تیجی و نه فدورا هیچ اثری از تسلیم شدن در خودشون نشون ندادن که ما رو میاره به روز 40 یا به عبارت دیگه چالش 4. خوش برگشتین. 10 روز گذشته. سلام. رفیق خیلی دمت گرم این همه زمان رو تنهایی دووم آوردی، ولی چه برنامه منطقی واسه شکست دادن من داری؟ چون ما اونقدر جیره داریم که 80 روز دیگه دووم بیاریم. منم تو زندگیم هیچ مسئولیت دیگه ای ندارم. علاوه بر همه اینا تو کمپ داره بهمون خوش میگذره. عاجلا زر رفته. نمیخوام بگم که آره من 90 روز دیگه هم دووم میارم، برام آب خوردنه، چون آدم وقتی مغرور میشه میبازه. ولی تو 20 روز دیگه 30 روز دیگه واقعا بازم میخوای اینجا باشی؟ پس لینکن چی؟ من واقعا فکر نمی کنم درست باشه از اسم بچه مردم مثل یه اسلحه علیهشون استفاده کرد. من هر سلاحی بتونم استفاده میکنم. بس بالا گرفت. نحوه رفتار تو با من هیچ تأثیری روی موندن من اینجا نداره. منم همینطور. خب وقت چالش روز 40. به هر دوی شما یه ابزار لازم برای بقا نشون میدیم. اگه اسم وسیله رو که میخواین روی تخت شاسی بنویسین میتونیم برش دارین، ولی اگه هر دوی شما اسم همون وسیله رو بنویسین به هیچ کدومتون داده نمیشه. این یعنی باید اون یکی رو قانع کنین تا بذاره وسیله‌ای که میخوان بردارین. برای وسیله اول ابزار ماهیگیری با کلی تومه داریم. یعنی ممکنه یکیتون بدون باج دادن به طرف مقابل بتونه به وسیله برسه. جفتشون نوشتن چوب ماهیگیری. عجب شروع بدی داشتین. آیتم بعدیمون دستمال مرطوبه که راستش خریدنش قلق داره. حواستون باشه همیشه واسه دستمال مرطوب گیاهی بودن و قابل بازیافت بودن جنس محصول مهمه. وای چه کیفی میده. شاید الان وقت مهمترین رأی زندگیتون باشه. دستمال مرطوب خیلی از دستمال کاغذی بهتره و حتی میتونه جای دوش هم عمل کنه و الان این دوتا حسابی دوش لازمن. اون نوشته دستمال مرطوب، ایشون هم نوشته هیچی. اوه خب تبریک میگم قربان. جونم دستمال مرطوب دارم. آیتم شماره 3 بازم دستمال مرطوبه چون بالاخره بهداشت مهمه دیگه. تو خودت حواست به بهداشتت هست؟ لازمشون داشتم. آره منم دوش نگرفته بیرون نمیام. وقت رأی گیریه. تو چیزی ننوشتی؟ ننوشته. خیلی خب اینم دستمال مرطوبه شما. یادتون باشه ما یه سیاره بیشتر نداریم. به قابل بازیافت بودن محصولات اهمیت بدین و تو خریدشون دقت کنین. خودخواه نباشین دیگه. بی ادبای بی تربیت. این که تونستن بعد از 1 ماه خودشونو تمیز کنن برای روحیه‌شون فوق العاده بود و هر دقت کردین این آیتم فقط تبلیغ بود. آره چی دیگه نمود. یه چوب ماهیگیری آورد دستمال مرطوب تمام برید. بعد اینکه بعد این همه سال تازه داره تو آمریکا این جا میفته که آقا دستمال مرطوب مثلا پروموت کنن یا تبلیغ کنن که استفاده کنن به جای دستمال عادی. البته این نکتهش این بود که قابل بازیافت. دوبشون میتونستن برنده باشن، ولی با تشکر از استراتژی دخترها که اعضای تیمو از قصد برای حفظ غذا حذف کردن، فدورا از این جهت کم نداشت. اگه ازم بپرسین چقدر دیگه میشه اینجا دووم آورد، بعد بگم تا وقتی که طرف مقابل خسته بشه و تصمیم بگیره بره. با گذشت روزها تیجی مطمئن‌تر میشد قرار برد و به تیم پسرا بیاره. خیلی مطمئنم که روز چالش 5 تموم میشه. خیلی تعجب میکنم اگه از چالش روز 5 جلوتر بریم. همه چی تو ذهن و روح و جسمم داد میزنه چالش روز 5. با اینکه از جفت تیم‌ها فقط یه شرکت کننده مونده، هم تیجی و هم فدورا هنوز دارن میجنگن تا $500,000 رو برای تیمشون ببرن و تیجی دیگه صبرش داشت تموم میشد. میخوام از الان به بعد 2 تا جیره برنج بخورم تا مطمئن بشم که روز 5 یه برد قشنگ نصیبم میشه. الان وقتشه ببینیم چقدر پای حرفش میمونه و اینکه آیا چالش روز 5مون به نفع تیجی تموم میشه یا نه. شرکت کننده تشریف بیارین اینجا. بفرمایین. من نتونستم واسه روز 5 پیشتون باشم چون قراره 7 روز توی غار بگذرونم. واسه همین با هولوگرام اینجا. غار چطوره؟ وای خدا الان که بمیرم. شرایط خیلی سخته. دروغ چرا؟ شما خیلی وقت هم دیگه رو ندیدین. نمیخواین حرف بزنین؟ عجب. خیلی خوب. فکر می‌کنین چالش روز 5 چی باشه؟ قطعاً نمیتونم بزنم که جبه اینجاست که روش نوشته مواد غذایی. برای روز 5 می‌خوایم جشن بگیریم و به جفتتون شکلات مفتی بدیم. جونم.
ولی نمیدونستن این همه ماجرا نیست. شما هر کدومتون یه بسته شکلات میگیرید. خیلی لطف کردین، ممنون. بالاخره هرچی نباشه واسه بالا نگه داشتن روحیتون شکلات لازمه و روحیه خیلی مهمه. خوشمزه است. برگردیم به کمپتون. شکلات مبارک باشه. آخ جون. روز 60 میبینمتون. به قدر کافی دور شدن؟ آره. خیلی خوب. چیزی که نمیدونن چندلر اینه که توی یکی از اون شکلات‌ها یه پیغام قایم شده که بهشون میگه برگردن به پل تا به اندازه 3 روز بهشون غذا بدیم. حالا غذا رو به بیننده‌ای تو خونه نشون بده. بریم ببینیم کی اول اون پیامو پیدا میکنه و غذا رو میبره. تا چند روز دیگه میبینمت چندلر. دوست دارم. نه همه چی داره به نفع دخترا میره. کجا رفتی؟ داشتم حرف میزدم. چالش پنجم، بالاخره بهمون شکلات دادن. این بسته شکلاته و شکلات آب میشه، واسه همین باید یه راه خوب واسه نگه داشتنش پیدا کنم. فکر کنم یه بسته دیگه هم بخورم. میدونم که زیاده رویه ولی بردم دیگه. من بعد هر وعده یه تیکه میخورم. احتمالا واسه کل چالش واسم شکلات بمونه. روحیه من بعد چالش پنجم حسابی بالاست. دیجی که حسابی حالش خوب بود انقدر سخت شکلاتشو جیره بندی کرد که حالا بسته براش میموند. حس میکنم خیلی رو جیره بندی شکلاتم حساسم، چون برام خیلی ارزشمنده، واسه همین با دقت مصرف میکنم. و واقعا هم این کارو کرد. برای 3 روز تیجی به شکلاتاش دست نزد. بعد روز 57م شکلات مورد علاقه‌ش رو پیدا کرد. شکلات کره بادام زمینی. واسه ببینم این دیگه چیه؟ یه چیزی پشتش نوشته. اگه داری اینو میخونی برای اولین نفری که اینو ببینه روی پل به اندازه 3 روز غذا است. موفق باشین. شکلات جان تو ببون، واسه بعد ما رفتیم. اندازه 3 روز غذا خیلیه. بزن بریم. دختره رو نمیبینم. ممکنه این پیروزی واسه آقایون باشه. ولی به نظر میاد قبلا اومده برداشته. ای بابا. فدورا در واقع تیجی رو شکست داده بود، چون فقط 4 روز پیش این اتفاق افتاد. اندازه 3 روز غذا. وای خدا، هنوز اینجاست بچه‌ها. بردن این خیلی برام ارزشمنده. ای بابا حتی اینجا نیست یه ذره پوزشو بهمون بده. الان خیلی ناراحتم. الکی این همه راه دویدم، اسم میکنم موندنم اینجا الکیه. اگه تیجی مراقب نباشه این حس میتونه خیلی زود واقعیت پیدا کنه. یکی از این شرکت کننده ها برای تیمش $500,000 میبره، در حالی که اون یکی ماه‌ها رو بیهوده توی طبیعت زندگی کرده و دست خالی برمیگرده. نمیتونم همینجوری برم کار کنم، چون کار خیلی انرژی بره و اصلا معلوم نیست چیزی گیرم بیاد یا نه. خیلی خمینم آخرین تخم مرغایی که خوردم. برای من خیلی سخت بود که اینجا تنها بمونم. هر روز این سختی رو حس میکنم و دیگه کم کم دارم کم میارم. امشب شب 59. فردا دیگه جیره غذاییم تموم میشه. خدا میکنم که جایزه فردا غذای بیشتر باشه، چون نمیخوام الان تسلیم شم. امروز روز چالش 6مه. خب شما روز 40م و روز 50م و حالا روز 60م هم دیگر میبینین. فقط شما دوتا موندین. اون 3 روز جیره اضافه خوشمزه بود. من میخواستم ازت بپرسم شکلات خوشمزه بود. حالت چطوره؟ 10 روز دیگر رو دووم میاری؟ خب 10 روز دیگر که دارم. آره. چالش روز 60م خیلی ساده است. هر دوی شما چیزی که نیاز دارین رو مینویسه، بعدش به اون یکی نشون میده چی نوشتین و اگه آیتم طرف مقابل تایید کنین جفتتون به چیزی که نوشتین میرسین. ولی اگه فقط یکیتون بگه نه، هیچ کدومتون چیزی نمیگیره. میتونین چیزای زیادی بنویسین ولی احتمالش بالاست که اون یکی بگه نه، یا میتونی درخواستتو کوچیک نگهداری و احتمال قبولیشو بالا. چیزی که میخوای نوشتم. تو جای تیجی باشی چی مینویسی؟ من جای تیجی باشم از اونجایی که اون چادر داره و من ندارم شاید چادر مینوشتم. غذا نیاز داره. راست میگی. نمیدونم تو چی مینوشتی؟ قلاب ماهیگیری. قلاب دارن یه چیزی؟ نه اون قلاب نیست، یه نخی خودشون درست کردن. قلاب ماهیگیری هم میتونه جواب باشه. تیرکمونی یه چیزی واسه شکار بعد. اگه میخوای نوشتی؟ آره. 3 2 1 نشون بدین. فدورا وسایل نقاشی میخواد و تیجی یه آشپز شخصی برای 7 روز میخواد که 2 وعده غذا در روز واسش آماده کنه و تجهیزات مواد غذایی هم باهاش باشه. تو تایید میکنی بهش وسایل نقاشی بدی؟ آره بابا. تیجی تایید کرد تو وسایل نقاشی بگیری. از مهربونیشه. تو تایید میکنی که اون یه آشپز شخصی واسه 7 روز داشته باشه که روزی 2 وعده واسش غذا درست کنه؟ من فردا جیره غذاییم تموم میشه. خیلی دوست داشتم ولی نمیتونم. درخواستش رو رد میکنم. چی؟ زیادی طمع کردی. اینم روز 60م. میتونین هر چقدر میخواین حرف بزنین. 10 روز آینده رو موفق باشین. روز 70 میبینم. آره. خداحافظ. فعلا. برای من قسمت سخت ماجرا بحث فیزیکالش نیست، روحی هم مشکل ساز شده. این راه جا نرسین. امید همه بچه ها رو دوش منه. فکر کنم دیگه وقتشه این بار رو از شونه‌ام بذارم زمین. واقعا دلم میخواد برم خونه. خیلی وقت شده که اینجا. همین الان از یکیشون یه تماس گرفتم که گفت میخواد از اینجا بره. کسی که داره میره توی این ماشین نشسته. بچه‌های تیمو بیارین. تمام شرکت کننده هایی که اینجا قرار الان
کیه؟ دختراست. پسر است. غذاش تموم شده، رویش خرابه. دخترم رویش خرابه. دختره فقط رویش خرابه ولی همه چیزو داره. ممکنه پسره باشه ولی من میگم دختر است. بریم ببینیم. بفهمن آیا تیمشون $5,000,000 رو برده یا نه. تیم آقایون برده یا تیم خانوما؟ شرکت کننده‌ای که تسلیم شده الان از ماشین میاد بیرون. پسرا باختن و دخترا بردن. ما نمیخواستیم شما رو دست خالی بفرستیم خونه، واسه همین برای شرکت توی این چالش به هر کدومتون $10,000 میدیم. فدورا هنوز توی کمپ تنهاست و روحش هم خبر نداره که برده. فدورا اینجایی؟ تو برگشتی؟ آره، میشه یه دقیقه بام بیای؟ ما یه کوله پشتی پیدا کردیم، می‌خواستیم ببینیم مال تویی یا نه. ممکنه باشه. راستش داشتم دروغ میگفتم، تو بردی. واقعا دلم براتون تنگ شده بود، هر روز بهتون فکر میکردم. شما الان هر کدومتون $100,000 بردید. دفعه بعدی قسمت شما بشه رفقا. ولی مهدی یکم ناجوان مردانه بود. یکی اول از همه میره 40 روز خونهشه اشغالشو میکنه، یکی 40 روز آره هم شرایطش ناجوان مردانه بود، هم این چیزایی که به نفع دختره رقم خورد. خانواده‌اش اومدن. آره جیرش بیشتر بود، شکلات داد. خب معلوم بود شکلات رو زودتر میخوره، زودتر پیدا میکنه. پسر جیرش کم بود، چیز بود. یه مقدار به نفع دختره چربید. حالا شاید شرایط جور دیگه بود به نفع پسر میچربید. خیلی ناامید کننده است به عنوان یه پسر توی چنین شرایطی بخوای انصراف بدی و 4 تا دیگه ببینن تو انصراف دادی. آره این واقعا خیلی تصمیم سختیه. آره خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حتما سابسکرایب کنید. ویدیوهای جدید در راهه، ویدیوهای خفن در راهه. دوبلمون هم راجبش نظر بدید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ.